بسم الله الرحمن الرحیم. محمود ستاری هستم. به مجموعه ویدیوهای آموزشی ایران سالید ورک خوش آمدید. درس امروز شورتکات کیبورد، کلیدهای میانبر در سالید ورک. در این درس میخوایم ببینیم چطور میتونیم با شورتکات هایی که روی کیبورد ما وجود داره سرعت بیشتری به طراحیمون بدیم و از سالید ورک بیشتر استفاده کنیم. من به محیط سالید ورک بیام. اولین شورتکاتی که میخوام به شما آموزش بدم کلید R بر روی کیبورد شما هست. من R رو روی کیبورد فشار میدم. میبینید که Recent Document، طراحی های اخیری که من انجام دادم برای من به نمایش میذاره. شورتکات بعدی Ctrl N هست که میتونید شما یه نیو داکیومنت باز کنید. من تو بخش پارت یه نیو داکیومنت باز میکنم. صفحه فرانت یه نیو اسکچ فعال میکنم. دستور لاین. فرض کنید بلافاصله میخواین شما به آرک تبدیل بشید. میتونید به لاین خودتون نزدیک بشید، برگردید و تبدیل به آرک بشید، و یا میتونید با شورتکات A بر روی کیبوردتون به لاین تبدیل بشید. مجددا با کلید A بر روی کیبورد به آرک تبدیل میشید. شورتکات بعدی کلید F بر روی کیبورد، گزینه زوم تو فیت در این قسمت هست. زوم تو فیت توی پرانتز F که همون شورتکات F هست. اگزیت اسکچ. شورتکات بعدی من اجازه بدید یه نیو داکیومنت مجدد باز کنم. فرض کنید چندین نیو داکیومنت شما باز کردید و میخواین بین داکیومنت های مختلفتون سویچ بشید. کلید ترکیبی کنترل تب میتونید بین داکیومنت های باز خودتون توی سالید ورک سویچ بشید. کلید های مختلف دیگه کلید Z برای کیبورد برای زوم اوت، کلید F زوم تو فیت، کلید کنترل 1 برای نمای فرانت، کنترل 2 برای بک، کنترل 3 لفت، کنترل 4 رایت، کنترل 5 تاپ، کنترل 6 باتم و کنترل 7 ایزومتریک. کلید کنترل 7 و کنترل 8 خیلی به شما کمک میکنه. کنترل 8 نورمال تو هست. شما اگه صفحه رایت رو انتخاب کنید و یا هر صفحه دیگه، اجازه به من بدید من خیلی سریع مستطیل و یک کیوبیک یک مکعب رسم کنم. به فرض میخواین روی این صفحه نورمال بشید. من روی صفحه کلیک میکنم و گزینه کلید شورتکات ترکیبی کنترل و 8 رو میزنم. به اون صفحه نورمال میشن. شورتکات F5 بر روی کیبورد من برای فراخوانی منوی فیلتر هست که در ویدیوی قبلی برای شما آموزش رو داشتیم. این بخشی از شورتکات های دیفالت و پیشفرض سالید ورک بود. در اینجا ما میخوایم ببینیم چطور میتونیم روی کیبورد خودمون شورتکات های مختلف تعریف کنیم. در قسمت تولز، کاستومایز، کیبورد، در اینجا میبینید که شورتکات های مختلف برای شما نمایش دادند. گزینه کنترل N برای نیو، کنترل O اوپن، Recent Document R و شورتکات های مختلف شما در این قسمت میتونید مشاهده کنید. گزینه زوم تو فیت که با هم داشتیم، و شورتکات های مختلف. گزینه L برای لاین. به فرض ما میخوایم در اینجا از این به بعد با زدن کلید B بر روی کیبوردمون یک رکتنگل رسم کنیم. من اوکی میکنم و خارج میشم. صفحه فرانت یک نیو اسکچ و از این به بعد به جای فراخوانی رکتنگل در تب اسکچ و یا از روی جسچر، B رو روی کیبورد خودتون بزنید و یک رکتنگل رسم میشه. سایر شورتکات های سالید ورک رو در کانال ایران سالید ورک در تلگرام پیوست خواهیم کرد. امیدوارم این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما میتونید ما رو در فیسبوک، در یوتیوب و در آپارات
و در تلگرام در کانال ایران سالید ورک ما رو دنبال کنید. ممنون و متشکر. خدا نگهدار.